این کارشناس حکومتی هم بند رو آب داد و گفت کل این قرارداد خائنانه ابتکار عظما بوده که این هم تا حدودی ابتکار خود رهبری بودن. یعنی وقتی که آیه دکتر لاریجانی رو با پیام خودشون رو به چین، یعنی نظام تصمیم گرفت که ایشون رو بفرستن به چین، این شتاب داد این به اصطلاح حرکت، یعنی نگاه به شرق، که عرض کردم این در واقع نگاه جهانیه. یعنی به جای اینکه ما فقط منحصر بشیم و فقط به غرب نگاه کنیم، ما به همه ظرفیت‌ها نگاه کنیم تا منافع خودمون تامین بشه و آسیب پذیری‌های ما کاهش پیدا بکنه. عظما با این ابتکارهای صدمنیقازش میخواد خودش رو مسلط به اوضاع جلوه بده و صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره، اما خبر نداره که 2 قدم بعد همه چی لو میره. یه چیزی توی این مایه ها. عظما از هر طرفی که به چرخه و هر قراردادی هم که ببنده میدونه حریف مردم و دشمنان نظام نمیشه و جای جاش پتش رو روی آب میریزن. خب من فکر میکنم همین که رسانه فارسی زبان متعلق به دولت‌های غربی انقدر خصومت دارن نشون میدن و شایعات خیلی کودکانه‌ای رو پخش میکنن و همچنین اون ارتش سایبری که تو آلبانی دارن هزاران نفر اونجا با اسمای مختلف در فضای مجازی دارن تبلیغات میکنن، همین که اینا این همه خصومت رو دارن نشون میده که یه موفقیتیه. این هم تصویری از امداد رسانی چینی ها به عظما و آخر عاقبتش.